سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. خب دوستان، همونطور که در جریان هستید یه چند هفته بود داشتم روی کدنویسی یه اندیکاتور شخصی کار میکردم که بتونه سیگنال های خرید و فروش به موقعی برامون صادر بکنه و هدفم این بود که بیشتر افراد آماتور که آموزش خاصی تو بازار ندیدن و استراتژی و سیستم معاملاتی خیلی قدرتمندی ندارن بتونن به هر حال یه اندیکاتوری باشه که برخلاف اندیکاتورهای رایج که همیشه یا از بازار عقبن یا از بازار جلوان، بتونه سیگنال های به موقع براشون صادر بکنه و به راحتی بتونن از بازار سود بگیرن. دوستان، دیروز من کار این اندیکاتور رو تموم کردم، بک تستاش هم گرفتم. شما میتونید خودتون امتحان بکنین. حالا تعریف از خود نباشه، یه چیز خیلی خوبی در اومده، یعنی یه چیز خیلی قدرتمندی در اومده. با هم تست میکنیم این اندیکاتور رو که ببینیم چجوری کار میکنه، باهاش چجوری باید کار کرد و یک چند تا چارت رو با هم بررسی بکنیم ببینیم چه سیگنال هایی میده. قبلش باید توضیح بدم که هر سیستم معاملاتی که شما داشته باشید حتما برای ورود به معامله باید مدیریت سرمایه رو رعایت بکنین دیگه، چون میدونین که اصلا هر معاملی بدون رعایت مدیریت سرمایه دیگه اصلا ما بهش معامله نمیگیم، بهش قمار میگیم و ما هدفمون اینه که تو بازار معامله بکنیم و از بازار سود بگیریم. در صورتی هم که ورود به معاملهمون اشتباه باشه، با رعایت مدیریت سرمایه با حداقل ضرر از بازار بیرون بیایم و تو معاملات بعد اون ضرر خیلی کم رو جبران بکنیم. پس در تمامی معاملات سیستم مدیریت سرمایه‌مون رو باید رعایت بکنیم و اگه پرایس اکشن هم بندازیم روی این اندیکاتور دیگه یه چیز فوق العاده قدرتمندی میشه. یعنی اگه به تنهایی استفاده بشه خیلی قابل قبوله، قلبا راضی هستم از این اندیکاتور. اگر هم پرایس اکشن خیلی ساده در حد یک کانال براش کشیده بشه، یه حمایت‌های و مقاومت‌های استاتیک و دینامیک براش مشخص بشه، دیگه این اندیکاتور نتایج خیلی خیلی سورپرایز کننده ای رو میده. خب دوستان، ویدیو خیلی طولانی نشه، بریم سر اصل مطلب. خب کدی که براش نوشتم این کده. خب اینو همشو میایم کپی میکنیم، وارد تریدینگ ویو میشیم. تو تریدینگ ویو چارت یا ارزی که میخوایم روش معامله کنیم و میاریم. این پایین یه قسمت داره به اسم پاین اسکریپت ادیتور. این پاین اسکریپت رو که بزنیم یه صفحه برامون باز میشه که اینجا ما کد نویسی بکنیم. هر چی اینجا باشه اینجا رو پاک میکنین، کدی که براتون دادم و اینجا پیستش میکنین. پیست کردم و اد تو چارت رو میزنیم. خب اینو میزنیم بره پایین و بررسیش بکنیم. خب دوستان، برای شروع کار میریم روی اندیکاتور. اسم اندیکاتور رزار سیگنالز هست. میریم قسمت ستینگش، رو ستینگ میریم قسمت استایل و برای کالر 0 و کالر 2 روش کلیک میکنیم و یه خورده اوپاسیتیشو کمتر میکنیم. میذاریم مثلا رو حدود 20 خورده ای تا این رنگ ها یه خورده شفافتر بشه و پشت چارت بهتر دیده بشه. برای کالر 2 هم این کار رو انجام میدیم، از 100% کمترش میکنیم و رو 19 20 خورده ای میذاریم که به این شکل در بیاد. میبینین که الان این رنگ بندی ها پشتش چارت ما دیده میشه. خب الان توضیح خیلی ساده و مختصر این اندیکاتور به این شکله. دوستان، این اندیکاتور از دو قسمت تشکیل میشه. یکی رنگ بندی های اندیکاتور هستش، یکی هم سیگنال های بای و سلی که روی چارت به ما میده. اول ما باید به رنگ بندی ها توجه بکنیم. این رنگ بندی ها فازهای بازار رو برام مشخص میکنه. هر موقع سبز بشه یعنی فازمون فاز صعودیه، هر موقع قرمز بشه یعنی فازمون فاز نزولیه. یه سری قسمت هم هست حالا رنگ‌هاش پررنگ‌تر کم رنگ‌تره، دیگه به اینا توجه نکنین، اینا ایرادهای کدنویسیه دیگه، حوصله نداشتم اینا رو بیام
دونه دونه پیدا بکنم، چون چیز خیلی مهمی نیست. چیز پررنگ یا کم رنگ باشه هیچ تأثیری تو ناحیه‌مون نداره، همه‌شو به یه چشم می‌بینیم. خب پس هر موقع فازمون سبز شد یعنی یه فاز صعودی داریم، هر موقع قرمز شد یه فاز نزولی داریم. استفاده این اندیکاتور به این شکله: اول باید روی فازمون مشخص بشه برامون، یعنی اینکه اندیکاتور برا ما فاز رو مشخص میکنه و ما بعد سیگنال رو ازش میگیریم. یعنی به طور ساده این روی مثلا فرضاً این قسمت براتون زوم بکنم، فرضاً وقتی ما سیگنال بای رو از این اندیکاتور میگیریم فقط زمان اینو قبول میکنیم که فازمون فاز سبز یا سعودی باشه، یعنی روی رنگ قرمز اگه بای دیدیم ما اینو نادیدش میگیریم و برعکس سیگنال فروش یا سیگنال سل رو فقط وقتی بهش اعتنا میکنیم که روی فاز نزولی یا قرمز باشه. در صورتی که رنگ پشت زمینه سبز باشه سیگنال سل رو استفاده نمی کنیم و برعکس اگه فازمون فاز نزولی باشه هم سیگنال بای رو استفاده نمی کنیم. کل استفاده این اندیکاتور به این شکل خیلی ساده است. اگر شما بیاین پرایس اکشن هم باش در نظر بگیرین، پرایس اکشن خیلی پیچیده نه، پرایس اکشن خیلی ساده، یعنی توصیه من اینه که یک کانال ساده بندازین و نقاط حمایت مقاومت رو برای خودتون مشخص بکنین. اگه نقطه‌تون نقطه حمایتی بود سیگنال های بای رو بگیرین، سل رو نگیرین، و اگه نقطه‌مون نقطه مقاومتی بود سیگنال های سل رو بگیریم و به بای اعتنایی نکنید. که اگه این کار رو انجام بدید یعنی پرایس اکشن در حد یک کانال خیلی ساده رو با این اندیکاتور با هم در نظر بگیرید، واقعا یعنی ردخور نداره، یعنی بیش از 99% سودهای خیلی خیلی فوق‌العاده‌ای به ما میده این اندیکاتور. در تمامی تایم فریم ها هم میشه ازش استفاده کرد، از تایم 1 دقیقه‌ای بگیرین تا تایم های روزانه و هفتگی، و عرض شود که میتونین خودتونم رو تایم های مختلف، رو چارت های مختلف ازش بک تست بگیرید. عرض شود که نکته آخر هم این که فازبندی ها رو خیلی از ارزها اینطوری فول اسکرینه، منتها روی یه سری از ارزها مثلا مثل بیت کوین اینا که تاریخچه طولانی تری داره میاد روی قسمت زیر چارت اعمال میشه. یعنی مثلا این الان بیت کوینه، برای دیدن فازبندی ها باید بیایم پایینتر، این قسمت پایین دیده میشه که اینام اینجوری. حالا بریم مثلا رو دوج اینو تست بکنیم ببینیم چه سیگنال هایی برای بازار به ما داده. خب ببینید، خب مثلا فرضاً این سیگنال بای داده، پشت زمینه سبز، این سیگنال رو میگیریم از اینجا. یه خود بهتر من براتون زوم بکنم. خب مثلا فرضاً اینجا سیگنال بای رو داده، از اینجا تا سقف کانال میتونستیم حدود 50% از بازار سود بگیریم. یا بریم عقب‌تر، مثلا رو سل‌هاش به موقع سل داده، بازار از اینجا تا اینجا ریخته، بای داده از اینجا تا اینجا رفته. خب یه موردی پیش اومد، خوب شد اینو دیدم. ببینین مثلا اینجا بای داده، خب ولی پشت زمینه قرمزه، ما با این کار نداریم. دقت کردین؟ یعنی اینکه اینجا چون پشت زمینه قرمزه ما با سیگنال های بای اینجا کار نخواهیم داشت. بعد اون پرایس اکشن هم که گفتم بهتون، منظورم مثلا اینجور مواقع است. مثلا شما فرض کنین که مثلا اینجا یک کانالی برای دوج کشیدیم، خب اینجا سقف کانال یه سیگنال سلی هم اینجا داده. خب اینجا قدرت اندیکاتور خیلی خیلی بیشتره دیگه. میبینین که با سل اینجا بازار چه نزولی میکنه. همون ریزشیه که خیلی ها تو بازار گرفتار شدن تو 2-3 ماه اخیر. ببینین چه نقطه خیلی فوق‌العاده‌ای سیگنال سل رو داده. بعد ما چون با پرایس اکشن اینو با هم در نظر گرفتیم، میبینیم که نتیجه خیلی
فوق‌العاده تر خواهد بود، چرا که یه ناحیه مقاومتی سقف کاناله، اینم سلش رو داده. ناحیه هم اینجا دقت بکنین یه ناحیه قرمز هست، یه ناحیه قرمز باریک. پس ما این سل رو در نظر میگیریم، میبینیم که از اینجا تا کف مورد نظر بیش از 70% بازار ریخته و ما میتونستیم اینو از بازار بگیریم. دوستان هر چقدر عقب‌تر برین، حالا میتونین برای خودتون اندیکاتور رو تست بکنین. مثلا قبلا ببینین، میخوام مثال بزنم با پرایس اکشن با هم باشه، ببینین چه نتایج فوق‌العاده‌ای میده. مثلا اینجا میدلاین کانال مادره، خب یه بای هم داده، پشت زمینه هم سبزه، میبینین که یه رشد فوق‌العاده. مثلا اینجا سیگنال سل داده ولی زمینه سبزه، ما اینو در نظر نمیگیریمش. به این شکل مثلا اینجا سیگنال سل داده، پشت زمینه قرمز، میدلاین کانال فرزن، میبینین که قشنگ بازار ریخته. رو تمام تایم فریم ها به خوبی کار میکنه، رو تمام ارزها به خوبی کار میکنه، فقط باید نحوه استفاده رو ازش به این سادگی گفتم انجام بدین، یاد بگیرین، تمرین بکنین و بتونین به خوبی از این اندیکاتور فوق‌العاده استفاده بکنین. و اما نحوه دریافت این اندیکاتور، با من در ارتباط باشین از طریق واتساپ یا تلگرام. دیگه به خاطر وقتی که برای طراحی این اندیکاتور گذاشتم، دیگه یک مبلغ خیلی خیلی ناچیزی دریافت میکنم برای دادن این اندیکاتور، حتی مثلا $2 $3 اینا، که دیگه به خاطر وقتی که براش گذاشتم واقعا ارزش وقت گذاشتن رو داشته باشه و دیگه هزینه ای نیست که نخواین به خاطر این هزینه اندیکاتور رو داشته باشین. در حد هزینه 2 تا بستنی و آب نبات چوبیه که با هزینه خیلی ناچیز میتونین این اندیکاتور رو داشته باشین، ازش بک تست بگیریم و با گرفتن سود از بازار از این اندیکاتور لذت ببرید. خب دوستان، وقت همگی بخیر، خدا نگهدار.